تکنیک اسمش دوخت نامرئیه. اولین کوک از پایین شروع میشه. برای کوک دوم سوزن رو کنار اولی بزن، نخ رو بپیچ و بکش. برای کوک سوم از داخل حلقه دوم ردش کن و نخ رو دوباره بپیچ و بکش. این کار رو برای بقیه مراحل تکرار کن. این تکنیک برای تنظیم قد لباس از جمله شلوار کاربرد داره. برای آخرین کوک از حلقه رد کن و حالا به صورت برعکس تمام حلقه رو باز کن و در آخر محکم بکش تا همه نخ‌ها مخفی شه. برای تعمیر پارگی کاپشن اول یه وصله همرنگش داخل پارگی بذار، بعد از داخل به بیرون و از پایین به بالا بدوز. مطمئن شو که سوزن از وصله داخلی هم رد میشه. یادت هم باشه باید از نخ ضخیم‌تر استفاده کنی که قسمت پارگی رو خوب بپوشونه. تا بسته شدن کامل پارگی ادامه بده و آخرین بخیه رو وسط بزن. حالا برای دور زدن نخت رو دولایه کن و سوزن رو برای دور زدن برعکس کن و از پایین به بالا و بالا به پایین تا آخر بدوز. این روش دوخت برای تعمیر ملافه و مبل یا هر چیز دیگه‌ای که پاره یا سوراخ شده باشه کاربرد داره. پس تا یادت نرفته همین الان این آموزش رو ذخیره کن، شاید یه روز به کارت بیاد. برای تعمیر آستر بیرونی نیازی به باز کردن داخل نیست. از داخل سوزن رو وارد کن و به صورت افقی حرکت کن. در سمت راست سوزن بزن، کمی جلوتر سوزن رو وارد کن. در سمت چپ سوزن بزن، بازم کمی جلوتر سوزن رو وارد کن. این دوخت رو تا آخر تکرار کن. یادت باشه فاصله سوزن ها باید نزدیک باشن و فاصله چپ و راست یکسان باشه. آخرین سوزن هم باید از لابلای پارچه عبور کنه و از وسط شکاف بیرون بیار و محکم بکش تا نخ جمع شه. یه گره بزن و دوباره از محل آخرین سوزن به داخل شکاف برگردون تا گره به داخل شکاف برگرده. اگه این آموزش برات کاربردی بود خوشحال میشم توی کامنت همین پست برام 3 تا قلب بذاری.